و الله متعال در سوره نحل پیشتر بر شما تشریح کردیم که میگه ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الله را عبادت کنید، از عبادت طاغوت دوری کنید. این کلمه تحقق پیدا نمی کند که حتی یک شروط کلمه را ما زیر پا بکنیم. الله متعال میگه در سوره بقره آیه 256 فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، با طاغوت کافر شوید، هر آن چیزی که بغیر الله عبادت میشه، پرستش میشه و بغیر الله حکم میکند و با او حکمی که میکند با او عبادت میشود راضی هست، امی طاغوت است و با می طاغوت شما کافر شوید. درس بعدی انشاءالله طاغوت را میخونیم. با این کافر شوید و بعدا و یؤمن بالله و بعدا بالای من برید.